حالت بد فرزانه ناز در شفاخانه‌ای در دبی. فرزانه ناز چی عضوی از خانواده‌اش را از دست داده است؟ گریه و ناله‌های فرزانه ناز در صفحات مجازی و همدردی و دلجویی پسرانیندی از فرزانه ناز. من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. مرگ و زندگی از جانب الله است، همه ما به سوی الله رفتنی هستیم. فرزانه ناز 2 روز قبل مادر عزیزش را در کشور ایران از دست داده است. فرزانه در کشور دبی زندگی می کند. وی به خاطر خاکسپاری و جنازه مادرش میخواست به کشور ایران بیاید، اما نتوانست در مراسم خاکسپاری مادرش اشتراک کند. اکنون تصاویری را در صفحات مجازی از طریق دوستان و همکاران فرزانه ناز نشر شده است که وی در حالت خیلی بدی در شفاخانه در دبی بستری است و تمامی دوستان و رفقای اینترنتی و هم‌مسلک فرزانه ناز وی را در شفاخانه دلجویی و مراقبت از وی می کند. فرزانه هنرمند خوب کشور بود که وی آهنگ‌های بیشماری به زبان‌های شیرین دری و پشتو سرود و از شهرت هنری خاص در میان مردم افغانستان برخوردار است. مدت می شود فرزانه ناز کاملا از صفحات مجازیش دوری کرده است و تنها مصروف گیم بازی کردن در صفحه تیک تاکش می باشد. فرزانه علاقه فراوانی دارد که در سینمای هندوستان پیشکسوت شود و در جایگاه بلند قرار گیرد. فرزانه ناز در چندین آهنگ هندی نقش بازی کرده است و توسط سینمای هندوستان هم خوب تشویق شده است. من هم صبر جمیل برای فرزانه ناز به بهشت برین برای مادرش از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقه‌مندان فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما خوبان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.